سربازی تاجیکی در مناقشه مرزی تاجیکستان با قرقیزستان زخمی شده بود فوتید. تا حال به خانه قسمی از ساکنان پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه گرمی نداده اند. دونالد ترامپ دوباره نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی آمریکا پیشنهاد کرد. یکی از سربازان زخمی تاجیک در مناقشه در سرحد تاجیکستان قرقیزستان درگذشت. عاقلجان آدینه‌زاده 22 ساله را روز 15 نوامبر در زادگاه 8 دهه سفیدمونی ناحیه تاجیک‌آباد دفن کردند. آدینه‌زاده بهار سال 2021 به صف قواهای مسلح تاجیکستان پیوسته در یکی از واحدهای نظامی نیروهای مرزبانی در اسفر خدمت می‌کرد. آدینه‌زاده هنگام درگیری‌های 14 تا 17 سپتامبر امسال در سرحد با قرقیزستان سخت مجروح شده چند مدت در بیمارستان خوجند و یک ماه آخر در بیمارستان قریه بالای دوشنبه بستری شده بود. روزهای 14-17 سپتامبر امسال در نتیجه نزاع در سرحد ولایت سوغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان از دو طرف 10 نفر کشته شدند. تاجیکستان و قرقیزستان که صدها کیلومتر مرز نامعین دارند یک دیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. بیش از 2 هفته سپری می شود که ساکنان برخی از نواحی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه از مشکل سیستم گرمیدهی شهر شکایت کرده می گویند که هنوز در خانه هایشان هوا سرد است. این هم در حالی است که می بایست از اول ماه نوامبر سیستم گرمیدهی به کار می درآمد و به خانه های استقامتی گرمی می داد. از پیلوس می نویسد مقامات موجودیتی مشکلات را تصدیق می کنند، اما ساختارها حل مشکلات را به دوش همدیگر می گذارند. به گفته ساکنان، مسئولان به آنها توصیه دادند که سیستم گرمیدهی داخل منزل‌ها و تخانه‌های خانه را ونتیلیات کنند، یعنی هوا را خارج کنند، اما مسئله حل نشده است. به گفته آنها در مؤسسه دولتی شبکه‌های گرمیدهی دوشنبه موجود بودن مشکلات را تایید کرده، اما گفتند که این به آنها دخل ندارد، اما مشکل در تتس یکم است. خود ساکنان ادعا دارند که شاید مشکلات در فشار آب گرم باشد، زیرا با پیوست شدن خانه‌های نو و زیاد شدن شماره خانه‌ها فشار پست شده آب گرم به جای لازمه نمی رسد. پرزیدنت پیشینی ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 شرکت خواهد کرد. ترامپ در قرارگاه خود در مارالاگا در فلوریدا به طرفدارانش گفت که برای دوباره بزرگ شدن آمریکا من امشب نامزدی خود را به مقام رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشبری میکنم. علاوه بر این، نمایندگان ترامپ برای شرکت در انتخابات به کمیسیون فدرالی انتخابات اسناد پیشنهاد کردند. یک هفته پیش ترامپ اظهارات بزرگ اعلان کرده بود. قبل از این گزارش شده بود که ترامپ انتظار دارد که در آینده نزدیک آغاز معرکه انتخاباتی خود را اعلان کند. ترامپ از سال 2017 تا سال 2020 پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بود. ماه ژانویه سال 2020 او در انتخابات به پرزیدنت کنونی جو بایدن مغلوب شد. ترامپ شکست را اعتراف نکرد و تلاش کرد در دادگاه نتایج انتخابات را بحث کند. اما دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا دعوای پرزیدنت پیشین را درباره بازنگری نتایج آوازدهی رد کرد.